فکر میکنید ودکا رو میشناسین چون سالها دارید این رو میخورید، اما بهتون بگم 90% پولی که میدید بابت شیشه و تبلیغات، نه کیفیت مایع داخلش. توی این ویدیو یاد میگیرید بهترین انتخاب رو بکنید. ودکا بدون مزه نیست. شاید نسبت به جین و تکیلا و ویسکی یا حالا بقیه اسپریت ها یک مزه خیلی ظریف‌تری داره، اما بدون مزه نیست. این یک دروغه. این هم که ودکا فقط از سیب زمینی درست میشه، این هم اشتباه. مواد اولیه ودکا رو به 4 دسته اصلی تقسیم کردم. اولین ماده گندمه. طعمزه نون تازه میده، نرمه، یه جورایی انتخاب امن و بی خطریه در واقع برای کسایی که خیلی نمیخوان مزه الکل رو حس بکنن. گری گوز و ابسولوت از بهترین برندهای ودکای گندم هستن. بعدی چاوداره. چاودار خیلی شوخی نداره، اعصابم نداره، همین تند و تیز، اسپایسی یکم. اگه میخوای حس کنی داری الکل میخوری، یه چیز سنگین میخوری، چاودار رو انتخاب کن. بهترین برندهای این ودکا بلودر و زوبروف. سیب زمینی یکی از موادیه که باهاش ودکا درست میشه. ودکای سیب زمینی یه جورایی روغنیه، همچین سنگین و خامه‌ایه. ودکای سیب زمینی رو برای کوکتل درست کردن استفاده نمی‌کنن. کسایی که میخوان ودکا رو نیت خالی با یخ بخورن، ودکای سیب زمینی رو باید انتخاب بکنن. ماده بعدی ذرته. ودکای آمریکایی از ذرت درست میشه. ارزونه، شیرینی ذاتی ذرت توش هست. بهترین برند این دسته تیتوس هست. ببینید برای خالی خوردن کسایی که میخوان ودکا رو حس بکنن انتخاب خوبی نیست، اما برای کسایی که میخوان یه شات بزنن و خیلی مزه ودکا اذیتشون نکنه این انتخاب خوبیه. و البته ودکای انگور هم هست، برندی مثل سیروک فرانسوی که بیشتر ودکا خورهای کلاسیک اینو اصلا ودکا به حساب نمیارن، چون عطر میوه بالاخره توش باقی میمونه حتی بعد از تقطیر. اما روش ساخت ودکا بدون هیچ کلمه قلمبه سلمبه‌ای در 4 مرحله اصلی. اول مشینگ هست. ماده اولیه مورد نظر رو با یک سری آنزیم و آب گرم انگار که بخوان بپزن مخلوط میکنن تا این نشاسته آزاد بشه، انگار مثلا یه حلیمی درست میشه. اون وقت اون ماده آماده است برای اینکه مخمر بهش اضافه بکنن. پس مرحله 2 تخمیره. مخمر قندهای اون حلیم ما رو میخوره، تبدیل به الکل میکنه. و شماره 3 اون مایع تخمیر شده رو میجوشونن تا الکلش جدا بشه. برای ساخت ودکا حدوداً باید 96% باشه. این مرحله اسمش بود تقطیر. و مرحله 4 رقیق سازی و فیلتراسیون. مرحله‌ای که برندها بیشترین مانور رو روش میدن، اصلا عقل از کف میدن. گاهی هم فیلترهای لاکچری اساساً بی تأثیر استفاده میکنن. این که چه آبی برای رقیق سازی ودکا استفاده میشه و چه فیلتری استفاده میشه جاییه که برندها روش مانور خیلی زیادی میدن و این بعضی وقتا درسته و خوبه و بعضی وقتا بیشتر یک تکنیک مارکتینگه تا واقعا تاثیر خاصی روی مزه یا کیفیت ودکا داشته باشه. وقتی 50-60% از ودکا آب باشه، برندها میرن سراغ منابع خیلی خاص و عجیب غریب. من چند تا از عجیب ترین هاش و بهترین هاش براتون میگم. ودکای آیسبرگ کانادا. اینا میرن کوههای یخی چند هزار ساله که از قطب جدا شدن رو با کشتی برمی‌دارن، میارن آب میکنن و از اون آب برای ودکا استفاده میکنن. میگن این آب هزاران سال پیش یخ زده، قبل از این که اصلا انسان بخواد آب و هوا رو آلوده بکنه. بنابراین این آب پاکترین آب ممکن برای درست کردن ودکاست. دومی اوشن ودکاست. این یکی آبش رو از عمق حدود 900 متری اقیانوس آرام پمپاژ میکنن، میارن نمکش رو میگیرن ولی مواد معدنیش رو نگه میدارن. میگن این مواد معدنی یه مزه نمکی و روغنی خیلی خاص به ودکای ما میده. شماره 3 هنگروان کالیفرنیا هست که اینا یکم باور نکردنیه. ببینید ودکا از مه درست میکنه، یعنی این شرکت توی سان فرانسیسکو تورهای بزرگی نصب کرده که مه رو تبدیل به آب میکنن. یعنی اگر من الان یکی از دوستان بیاد بگه آقا پاشیم بریم از مه آب بگیریم ودکا درست کنیم، حتما یه قرصی چیز بهش میدن، میگن امشب حالا بخواب این قاطی کرده. ولی اینا واقعا این کارو عملی کردن. آخری ریکا از آیسلنده. آب چشمه رو استفاده میکنن که از بین سنگ‌های آتش فشانی رد شده. یعنی وقتی مواد مذاب سخت میشن تبدیل به سنگی میشن به اسم لاوا. آب این چشمه از لابلای این سنگ ها رد میشه، انگار یه فیلتر طبیعی شده باشه. اینا آب رو کریستالی میکنن و این آب برای ودکای ریکا استفاده. برای اینکه
با این همه اطلاعات گیج نشید و بتونید بهترین انتخاب رو بکنید، من یک راهنما بهتون میدم که با خوندن لیبل بطری و اصطلاحاتی که روی بطری ودکا هست بتونید بهترین انتخاب رو بکنید. ببینید اون چیزایی که روی بطری نوشته با توجه به قیمتش آیا میارزه یا نه. اولین چیزی که باید نگاه بکنید تعداد تقطیره. اگه نوشته 5 بار، 7 بار، 10 بار این افتخار نیست. یعنی این مواد اولیه انقدر بی‌کیفیت بوده که اینو 10 بار تقطیر کردن تا بالاخره به یه چیزی درست حسابی برسن. ودکای با کیفیت نهایتا 3 بار تقطیر بیشتر نمیخواد. بعدی این خیلی مهمه، نوع فیلتره. ببینید فیلتر طلا، فیلتر الماس، اینجور فیلترها اساساً از نظر علمی هیچ تأثیری در آب یا در ودکا یا مایعی که ازش رد میشه ندارن. یعنی ودکا رو از لوله طلا رد بکنه یا لوله پلاستیکی هیچ فرقی درش نمیکنه. تنها فیلتری که واقعا برای ودکا کار میکنه فیلتر زغاله. بنابراین اگر چیزی غیر از فیلتر زغال روش نوشته بود و دیدین قیمتش گرونه، بدونید که این بیشتر مربوط به مارکتینگ میشه تا کیفیت مایع درونش. کلمه پریمیوم اساساً هیچ قانون، هیچ استاندارد و هیچ معنی خاصی نداره. کلمه کرافت یا دستساز هیچ قانون مشخصی نداره. منم میتونم تو وان خونمون عرق درست کنم روش بنویسم کرافت. بنابراین به این کلمه آنچنان اعتماد نکنید. کلمه وینتر ویت اما مهمه. گندم رو پاییز میکنن، جوونه میزنه، زیر برف زمستون استراحت میکنه و تابستون اون رو درو میکنن. این گندم پروتئین کمی داره و برای درست کردن ودکا خیلی مناسبه. بر اساس این حرفا انتخاب شما کدومه؟ دلتون میخواد ودکایی رو تجربه بکنید که از لابلای گرد الماس و طلا و اینها رد شده و عملا هیچ تأثیری در مزه ودکا نداشته، یا ودکایی رو تجربه بکنید که از آب کوههای یخ یا از چشمه از لابلای سنگ‌های آتشفشانی یا از آب‌های اقیانوس آرام و یا از مه جنگل‌های سان فرانسیسکو تهیه شده؟ حالا دیگه میدونید که چه ودکایی رو باید بخرید، چه ودکایی با ذائقه شما سازگارتره و اینکه اون پولی که میدید آیا بابت شیشه و مارکتینگش دارید میدید یا بابت کیفیت اون ودکایی که تو شیشه هست. چیزی که تلاش دارم توی این ویدیو بیشتر جاش بندازم یه چیز جالبیه، این که شما بتونید از نوشیدنی‌های الکلی واقعا لذت ببرید، نه اینکه فقط بخورید بگیره و شب گوشه خیابون بیافتید. نه، ببینید که شما وقتی بدونید دقیقاً چی دارید میخورید، فرهنگ خوردنش به دست میاد. یعنی اینکه اصلا فرق خوردن ودکا با ویسکی با اینا فرقشون با هم چیه. شما میتونید لذت خیلی بیشتری ببرید از یک ویسکی، از یک ودکا یا از یک نوشیدنی الکلی وقتی بدونید دارید چی میخورید و این کمک میکنه حتی به اینکه کمتر بنوشید ولی بیشتر لذت ببرید. بنابراین این اطلاعات فقط این نیست که یه اطلاعاتی باشه همینجوری ببینیم چیه، حالا ودکا چیه، ویسکی چیه. این به شما کمک میکنه با این روشی که من دارم بهتون میگم که لذت خیلی بیشتری از یک جرعه از نوشیدنی الکلی ببرید. این که بهترین روش نوشیدن ودکا و تست کردن ودکای خوب چیه، این که باید بزنیمش توی فریزر یا نه، درست یا اشتباه، همه اینها رو توی ویدیوهای بعدی براتون خواهم گفت.